میدان هوایی بگرام داخل گفتگو و مذاکره هستیم و گویا تعامل میکنیم و از روی زور نتونستیم، از روی تعامل سیاسی میخواهیم که ما پس این منطقه را به دست بیاوریم. ایره برای هموطنای عزیز خود، برای مردم افغانستان، برای مردم مسلمان افغانستان ایره ما اطمینان میدیم که این که در برابر خاکمان یک وجب خاکمان، یک بلیس خاکمان با کسی تعامل شود، این چیزی است که هیچ امکان نداره و امکان پذیر نیست. چنین یک معامله ننگینی صورت نمیگیرد که شهادت شهدای ما زیر سوال بره و به خون پاک شهدای قهرمان این وطن و این سرزمین خدا نخواسته خیانتی صورت بگیرد. تاریخ افغانستان شاهدایی داشت. بعد از او کسایی بودند که این معاهده بون دیگه و دیگر را امضا کردند، ولی ایره دیدیم که رسوا و ذلیل شدند و ایره ما افغان‌ها در تاریخ خود ثابت ساختگی هستیم که هیچگاه در برابر خاکمان با هیچ کس تعامل و معامله نخواهیم کرد. فقط همیشه این صدای ما افغان هاست که در چوکات شریعت ما هر کس که با ما دست دوستی دراز بکند و با وفاترین دوست در برابر خودش ما را موجود می‌یابد و هر او کسی که بخواهد که از راه زور پیش برود دشمنی بکند باز قوی ترین دشمن در برابر خودش ما را موجود می‌یابد. در این اواخر سر و صداهای از طرف بعضی ها گویا بالا میشد که ما با امارت اسلامی افغانستان به خاطر باز پس گرفتن میدان هوایی بگرام داخل گفتگو و مذاکره هستیم و گویا تعامل میکنیم و از روی زور نتونستیم، از روی تعامل سیاسی میخواهیم که ما پس این منطقه را به دست بیاوریم. ایره برای هموطنای عزیز خود، برای مردم افغانستان، برای مردم مسلمان افغانستان ایره ما اطمینان میدیم که این که در برابر خاکمان یک وجب خاکمان، یک بلیس خاکمان با کسی تعامل شود، این چیزی است که هیچ امکان نداره و امکان پذیر نیست. ما ضرورت به این نداریم او کسایی که خارجی ها را آوردند اینجا بالای خودشان حاکم ساختند و میخواستند که با زوری از اینجا حکومت بکنند، اونا ترسو بزدل بودند، اونا از ترسشان به کفار پناه برده بودند. ما با اتکا به الله بزرگ از هیچ کسی، از هیچ زورگو و قلدری نمیترسیم و ایره ثابت هم ساختیم. در 20 سال جهاد علیه اشغال، علیه امریکا و متحدینش، ایره ما ثابت ساختیم که هیچگاه نمیترسیم. پس ضرورت هم به هیچ کسی نداریم که او بیاید از سرزمین ما و حفاظت و حراست بکند، بلکه این توانمندی را ما افغان‌ها خودمان داریم و اینک الحمدلله نمونه و مثالش ما امروز میبینیم که عده زیادی از جوانای ما داخل چی میشن؟ مراکز نظامی میشن و تعلیم نظامی میبینند. ان شاء الله العزیز در آینده نزدیک ما حالا هم توانمندی را داریم که از وجب به سرزمین من حفاظت و حراست بکنیم. زمین و هوای ما در آینده چند دور مکمل محفوظ و مسئول می باشد و این توانمندی را ما داریم و این ما خود میتونیم. ضرورت به تعامل با هیچ کسی دیگه در برابر از اینکه او بیاید از خاک ما دفاع بکند ضرورت به تعامل نداریم. ولی درست است مسئله تعامل بین الدولی قسمی که در شرایط امروزی دیگه کشورهای اسلامی دارند و ما همه قسم تعامل که در او عزت احترام مسلمان ها افغان ها محفوظ باشه، مسئول باشه، که او را امارت اسلامی هم میخواهد. اما ای که در برابر این تعامل یک وجب خاکی افغانستان چی شود معامله شود، این خواب و خیال و محال و جنون است. او کسایی که این فکر میکنن این فکر از سرشان دور بپرانند. کمپ نشینا چی میکنند؟ توطئه و تبلیغات میکنند و قصر نشینا گاهی با لحنی البته نرم و ملایم سخن میگن و گاهی هم اخطار و هشدار میدهند.
در وقتی که تیارات بی 52 آمریکایی اینجا بالای سر ما و شما میگشت و بمبارد میکرد، در وقت نترسیدیم از اخطار و هشدار هیچ کس ترس و هراسی ما و شما افغانان نداریم و من به این متیقن نیستم. برای ملت مسلمان و قهرمان افغانستان این من اطمینان میتونم که هیچ وقت چنین یک معامله ننگینی صورت نمیگیرد که شهادت شهدای ما زیر سوال برو و به خون پاک شهدای قهرمان این وطن و این سرزمین خدا نخواسته خیانتی صورت بگیرد. ما چقدر شهدایی که در افغانستان دادیم در طول 20 سال انقلاب، هدف همه شهدای ما تحکیم نظام اسلامی بود که الحمدلله و المنه بسیار با افتخار ما ایران میگیم که نظام اسلامی امروز در افغانستان حاکم است و هدف و مرام اون آزادی افغانستان از زیر چتر اشغال بود که الحمدلله امروز افغانستان آزاد و مستقل هست. شهادت شهدای ما خون از وا ثمرش امروز ولله الحمد والمنه ما میبینیم که راهها برای تعلیم و تربیت اسلامی، برای دعوت اسلامی، برای هر چیز در افغانستان باز شده و برای حفاظت و حراست از این سرزمین و از این نظام اسلامی بقایای همون مجاهدین هر کدامشان آماده هستند که هر نوع قربانی را بدهند و ایرا میدهند هم در وقتی که هیچ جایگاه و پایگاهی در افغانستان نداشتند به شکل بسیار قوی، منظم و درست اینا مبارزه و مقاومت کردند و حالا الحمدلله و المنه ما نیروی منظم، اردوی منظم، نیروهای مسلح منظم داریم و آماده هستند که در هر نوع شرایطی از کشور، از افغانستان حفاظت و حراست بکنند و تجربه ناکام اونایی که یک بار تجربه کردند و شکست کردند هیچگاه در افغانستان بار دیگر نمیکنند. من به این باور و یقین دارم.